یک جوان گناهکاری را بعد از مرگ وقتی که ملائکه عذاب کشالکنان به سوی جهنم برده ایستادند، اون جوان چقدر ناراحتی میکند و ناراضگی میکند، زود به پسش نگاه میکند. البته خداوند که از همه چیز آگاه است و دانا هست، با ملائکه ها امر میکند که از اون جوان پرسان شوید که از چی ناراضی است، ناراحت است. وقتی که ملائکه ها از اون جوان پرسان میشوند که تو از چی ناراحت هستی، تو جوانی بودی که در حیات خداوند را اطاعت نکردی، با کاری بد دست زدی، با راه بد رفتی، این روز جای تو همین جهنم است. جوان میگوید من از حکم خداوند ناراضی هستم. ملائکه ها میگویند به چه خاطر؟ جوان میگوید همراه من به جهنم پدرم بیاورین. ملائکه ها در حیرت میافتند که خطاکار تو بودی، پدرت برای چی؟ جوان میگوید اگر که پدر مرا تعلیم تربیت خوب میداد، ایرون ما هیچ وقت در جهنم نمیافتادم. برای همین هیچ وقت شما فراموش نکنین پدر مادر که وظیفه شما تنها فرزند به دنیا آوردن، شکم او را سیر کردن، لباس خریدن نیست. بهترین خدمت پدر مادر بهر فرزند این تعلیم تربیت درست دادن است. این حدیث پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم است. لیکن امروز ما میبینیم که از تعلیم تربیت فرزندیده برای پدر مادر انا همون گپ قدی کوچه و تماشای فیلم ترکی ضرورتر است. امروز البته در همه شهر و ناحیه ما میبینیم همین گونه جایی هست که مردها از صبح تا شام مردهای بیکار در آنجا نشسته به گپ‌های بیهوده مشغول میشوند و مادران باشه چی به تماشای فیلم ترکی و با اون نمایشکاری مصرفکارانه که امروز پدر مادر رو دست زده ایستاده‌اند که وقتی که فرزندش به سن مکتبی میرسد بهترین لباس برای اون میخرند، فرزند با بهترین نقلیات، با کامera، با گل دسته، با پایانداز، با چقدر با دبدبه به مکتب میبرند. لیکن چی ان همون فرزندشون 11 ساله مکتب به دفتر روچکه ختم میکنه. به نهایت کم است در جمهوری ما پدر مادرانی که وقتی که بازار میروند به جای لباس گرم، به جای لباس 200 سومونه 150 سوم لباس گیرده، 50 سوم ده به خودش یا به خانواده‌اش کتاب خرد که خودم خونم فرزند مزمه یاد گیرد، عبرت گیرد، کتاب خون شود. با این نمایشکاری های مصرفکارانه ما هیچ وقت چی فرزندا را تعلیم تربیت خوب کردن نمیتوانیم. انا همین تعلیم تربیت نادرست است که وقتی که فرزندا با ویا میرسند پدر و مادر پیر میشود، دیگر پدر و مادر را حرمت عزت نمیکنند. بعداً میبینیم پدر و مادر دیگر شکایت میکنند از فرزندا که بهترین خوراک خودم نخوردم فرزند ما دادم، بهترین لباس خودم نپوشیدم فرزند ما دادم. امروز در پیریم حرمت عزت نمیکنه، به قدر نمیرسه. هیچگاه فراموش کردن در کار نیست. فرزند بهترین لباس، بهترین خوراک، بهترین تعلیم تربیت را دادن در کار تا که در پیری خاک پات بوسه کنه، به قدر رسه. در تعلیم تربیت فرزند هیچ وقت دستکوتویی یا بی‌پروایی نکنین. فرزند را هیچ وقت برای مهاجر شدن در روسیه کلان نکنین. برای یک راهبر، یک شخص موفق شدن در زندگی شما فرزند را به ویا رسانید. چون که فرزندی سالم و صالح تعلیم و تربیت کردن با ویا رساندن این خود در حق پدر و مادر یک صدقه جاریه هست.